واقع شود من نمیرم. یلمز در کجاست؟ یلمز در کجاست؟ اکاگوی یلمز کجاست؟ اما که امید یلمز کجاست؟ در نزد خلصان خوابه اتاق افتادیم. ما را نجات دادن شده یلمز خودش کی داد؟ یلمز در کجاست؟ اکاگوی یلمز نمرده است. اکا قربان بدا شوم گم زنه دخیل یلمز در برفین آرام شو برفین. اکاگوی گم زنه. بس کن برفین آرام شو. دخترم آرام شو برفین. گوش کن برفین از دستمون چیزی نه. نشد او رو بابا نشون دیه نکن چی شد؟ برفین یلمز بجری است. یاراداران بسیار او رو گرفتن نتوانستیم برفین. شاید او نمرده است. شاید او زنده است. برفین او را پراندن میفهمی پراندن. او رو ندیده با بدنش باور نمیکنم. نه باور نمیکنم. خودت آمده است آرام شو برفین. حاضر یگان کار از دستمون نمیآید. رفته او رو میارم. برفین ایستاد. برفین رو رفتن نماند مادر آنجا خطرناک است. خواهرم برفین چیکار بکنی؟ برفین تا کجا؟ برفین نیست میگویم. برفین نیست. زینب چیکار میکنی؟ به کجا میروی؟ یلمز بمیرد همه عملیات برباد میرود. این عملیاتی من است و اگر حالا زنده باشد او را گرفته میارم. برفین نیست میگویم. برفین نیست. مادر رفته یلمزم رو میارم. راست کجا میگویم؟ در نزد خلصان گفت اما که امید گفتم. برفین دخترم در همه جا سلاح دارم. مادر رهایم کنید سرده. میرم و نمیمونم. مادر رهایم هیچ کجا نمیمونم. مادر جون در چشمانتان جون. مادرم باشد جون رفتم رو میارم. سردیت مادر جون. اکاد رفته و رو میارم دخترم. یلمز کجایی؟ قربانت شوم چرا برایت نگاه نکردم؟ من چی میدونستم که چنین میشود؟ گفتم مادر جان جگرم سوخت. جگرم پاره شد مادر جان. از همان لحظه گوارای شکنجه میدونی که است؟ همین همون شکنجه وقتی که آشکار شدنی در مقابلت بوده را میبینی. حاضر مرا از این ذوق محروم نکن. همه‌اش را بگوی چطور و تشکیلات یاری دادی و در خانه از جای کردی. من به تشکیلات یاری ندادم. من تروریست نیستم.
با خدا من تروریست نیست. نفهمیدم. باری دیگر تکرار کنید. من تروریست نیستم. میفهمی من تروریست. روشن. اون مرغ در خانه ضیافت میدی ها؟ چی شد؟ آن به شرف رو نیافتید؟ نیافتیم سینان کماندو. چطور نیافتید؟ حریف راست به همونجا افتاد، همون دیدیم. شاید به کول افتاد است. در دیگر جایها نیست. بیاد میرویم. یک گردی کل را ببینیم. رفتیم. میرویم. شین دخترم، خودت را به دست گیر. از خداوند صبر طلب کن. من حاضر رفته برایت آب میارم. درست گفتید. آن حریف را آب برده است. همین طور است بوتان کماندون. سینان کجاست؟ از اون طرف میآید. لحایتان را پرتایید. وگرنه باتن رو میپرونم. نجوم که حضور میپرونم باتن. یلمز کجاست؟ با جایی افتیدم بود. یلمز مرده باشد تو هم میمیری باتن. تو هستی این رو داشتی نمیخواهید. آنه بچه حالا تو بسوی بوتن سلاح میداری؟ بس آنه بس اینجا بیا. من میدونم با تو چیکار کنم. من از یک باید بروید. تنها نگذارید. اینجا بیا. زود باش. برید برو. جزای زمانی رو باید بگیریم. رفتیم. آمادیگر اینجا مهمان خانه نیست. هم به دولت خیانت میکنی، هم به شکنجه هایش تاب میاری. این رو فکر کن. کلیم او رو به دهش فرستید. کلی خیلی زیاد بس. عملیات به آخر رسید.
اگر آقای زینال با تشکیلات همراه نشود من همین وظیفه را میسپارم. سرده مرا. راکر زودتر حالا با تو سرده میگویم. راکر سرده میگویم. رهایم کن. 2 نفر این دختر را به قرارگاه برید. حالا با تو قرارگاه برید. نزدیک کنکی نگوید است. خاطر نشد برید. روگر بشترو حقیقت شد باش روگر روگر رهایم کنید. رفتم بوتم نیرویز گرمانده. سرده میگویم. روگر زود باش دختر زیبا بود است ها؟ سرده میگویم. یکی رو همون دروز است خواهش کار بکنیم. انا غور است سرده. بد نامد. سرده. بیا سرده. سرده. یک دختر رو سرشته کرده نمیتوان سیفی وای سیفی چیکار کرده ایسا رفتیم. زود باش. زودتر خیز. مرفی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ به سراغ یلمز آمدم. سینان دستگیر کرد. چرا برای یلمز جانت را در خطر انداختی؟ او برای تو کی میشود؟ یلمز مرا هم از تشکیلات و هم از حکم نجات داد. مرا از مرگ نجات داد. برای یلمز جانم فدا میکنم. خوب من میدونم که یلمز با کمک ما احتیاج دارد. من با تو میگویم که یلمز نمرده است. او رو میابیم. در خوابم او فریاد میکرد. از من یاری میطلبید. رفتیم. کنی با من میگفتم؟ نشد. گریه میسرم. شما چرا اون رها کرد؟ برای آب و بیرون بر آمدم دمشقی گرفته است. چرا این در کرده آنجا خطرناک است؟ چی کار کنم؟ روی تو را پس کردم. من شد خولای زیگونه بیاید اینجا شینید. ایستا این خون رو نگاه. نیست. با فکرم با او افتاده است. Yılmaz را یافتم. یلمز برفین همینجایم یلمز. برفین پرانه شونگیره چیکار کردید؟ حالا هم این گروه را تارمار نکردید؟ آسان باشم بیام خودم وقتی تو همه کار رو میتوانی. اینجا کار ما بیشار بوده است.
تمام میکنید وگرنه مار میشده. شما گریتا پرانه چرا انتظاره؟ من بخشا نمیتوانم شکر پرانه. حریفی ناودا برا پران گفتم. سربازان تیر نمیکشویم. سگ لعنتی اینطور باشد مده حد را داغ شو. چرا نگاه میکنی رو و تو مارمون نیر داغ شو رو نیست شو. آقای زینب باشما چی شد؟ آقای زینب میدونم حاضر وقتش نه، لیکن برای محافظ شدن باید حجت گرفت. حجت لازم نه. فهمیدم که این کارها را محافظانه بلکه تشکیلات حل میکرده است. از این پس اگر خواهی همراه تشکیلات بجنگی. قوتم نمون. دیگر مدارم نمون برفین. آنقدر رو حلال کن. صبر کن یلمز، صبر کن. قوتم نمون برفین. دیگر نمیتونم. صبر کن یلمز. برفین! اکا یلمز. اکا یلمز کنی گیری درو یاری دیگه زود اون رو به نقطه تیبی میبره. یاری دید اکا زودتر باشید احتیاط کنید او رو زودتر با نقطه تیبی بودن در کن. زودتر باشید او خونی زیاد تلف داده است. سرچیا بدومانه برخیمه برین کوره به درمان باغ من گلو شما حاله مگری شین زواله مگری باغ چی شد اکا؟ برفین من کاری از دستم آماده رو کردم. خونش زیاد رفته است. دعا میکنیم این شب حالاتش وزنین است.
گریه نکن دخترم. خداوند و پسرم یلماز شفاگیر. یلماز چه است پسرم؟ دعا میکنیم مادر جان. یلماز کمی دم گیر. من هم با بیرون میدونم. من هم با اونجا در آمده میتونم دکتر. مایلش. تو مرا به این حال آوردی برفین. اگر نیستی گذشته میبود این کارها تماما روی نمیدادم. خدا جان او رو صحت کن. دیگر با او جنجال نمیکنم. برفین. همینجا هم یلماز. برفین. دستت را از من گیری. این دفعه میمیرم. برفین به خانه برگرد. در بری من باش برفین. تو رو رها نمیکنم یلماز. با اون زن هم راضیم. از برا دور نمیشم. در کجا بودی؟ احوال یلماز چطور است؟ یلماز خوب است. اما یک مشکلی دیگر هست. برفین راضی شد که من هم زن یلماز باشم. من به تو گفته بودم در اولین مورد مناسب این دختر را بکشی. من اول به این راضی نشد تو رو گوش نکردم. اما با کار آنها نگر. در این حالت من نه حجت ها رو یافته میتوانم نه تا اومدن آدمانم هم سپارشی را اجرا کرده میتوانم. این طور باشد تنها یک راه میماند. استودیوی عرش نوترین سریال ترکی را تقدیم شما می‌گرداند. با همین نزدیکی سلسله فیلم سرنوشت شما را به عالم جهل، تلاش، مبارزه و نبرد، عرفان و فراست و عشق و محبت میبرد. سرنوشت آدمانی که در نبرد زندگی جانبازی میکنند. چه راه را باید پیش گرفت وقتی که راهی نیست؟ کجا باید رفت وقتی که آشیانی نیست؟ با کی باید باور کرد وقتی که رفیق نیست؟ این همه به نزدیکی در سلسله فیلم سرنوشت تقدیم از استودیوی عرش. برگم مشتی شده؟ از این بازو همینجا بموند. البته عمر جان. یلماز نزدیک استراحت کن. یگون کوری وزن نکن. داروهایت رو هم استعمال کن. تشکر طاهر. پسرم تو استراحت کن. مربی میلش. یه مادر جان این طور بشود مگر چند وقت باز هم را ننشسته ایم. اینجا ماندن شما مرا خسته نمی کند. وقتی که شما در اینجایید خانه‌مان پر بشود. داروهای یلماز را آماده نمودم. در بالایشان طرز استفاده برایشان را نوشتم.
غذایی تیار کرده بودم یلمز. بیا به تو خورونم. این چیست؟ نه یلمز این را دوست نمیدارد. تو زحمت نکش. من خودم یک چیز آماده میکنم. دیلا گرم خوردی خوب بود. تشکر زیدن. بخشین به این هم خوراک تیار کردنی بود. آقای دکتر یک طرف چیست؟ آقای دکتر چی شد قزبان؟ آقای فؤاد اما که مسلم رو آوردن. احوالش خیلی بد بود. نفس نمیکشید. مثل مرده بود. بلش فهمیدم. کافی باشه. ای خدا تو نخیز مادر جان مادر شما هم روید. مرا ترسوندی. به برفی نش میزند. این زهرناک است. احتیاط کن. کسی از من شبه نمیکنه. پروا نکن. من به خرابازار میروم. بعد تو هم بیا. کوشش کن زودتر بیا. زینب چپانها اومدند. چی میخواهند؟ شما رو دیدن میخوام آقای زینب. چی گپ شده است؟ چرا غمگینی پسرم؟ آقای زینب بین سربازان و تشکیلات زد خود به عمل آمد. همه چیز رو دیدیم. جاوید تسلیم شد. در دستش یه هم نداشت. لیکن به نگاه نکرده سربازان رو پروندن. از دستمون کاری ناامد. آنها خیلی زیاد بودن. انتظار شدیم اونها رفتن. بعد ما جسد جاوید رو آوردیم. یک سربازی بیناموس آمده و جاوید سلاحش رو داشت. جاوید زوره تولو کرد. لیکن اون ظالم او را گوش نکرد. و تنش یک چند تیر خالی کرد و جاوید را کشت. جنازه در خانه آقای زینل می شود. آدمانمان با لباس‌های چوپانی جسد پسرش را به خانه زینل بردند. حالا باشد آن آتش را باید باز هم علنگدیم. کاری خوب انجام دهیم. آقای زینل شخصی با آبرو است و جنازه آدمان زیاد می آیند. اگر کارهایمان برار گیرند
و آسان آقای زینال را دشمنی دولت و طرفداری تشکیلات کرده. تبلیغاتمان را با آسانی پیش خواهیم بود. چطور میکنیم قماندان؟ جنازه را به دریای خون تبدیل میدهیم. یک کاری میکنیم که مردم سربازان را ظالم و ستمگر دانسته اسیان برداشته به دولت دشمن شوند و مردم همراه میشوید. بعد سربازان آتش کشادن گفته خلق را به پا میخیزانید. آرام و آسوده باشید. در این کار تنها نیستیم. اگر شما وظیفتان را خوب انجام دهید یگان مشکلی نمیبراید. تمام فهما. شما هیچ خواطر نشوید قماندان. در جنازه حتما دکتر همراه سگ بچه هایش البته می آید. فؤاد بخیر است؟ چی بکر؟ همه کم بیمور شدم. به زور نفس میکشند. خزبان یه لحظه ایستا. خزبان از کسی کارش عدو زر به من نزدیک نشم. خزبان جا التماس باور کن به خدا گردنبند رو در رودا پرتفتم. نجله خودش کیست ما رو نمیشناسم. با کاری هم ندارم. من هم باور کردم. ببخشید آقای عدو از دروغهایتان بیزار شدم. خزبان فهما دیلار فشارشان رو سنج؟ مالش آقای توهیر. الدو قزبان شما با بیرون برون. آقای دیلو راست میگوید. بیا قزبان خودمون بروی. من به خونه میرم. تا کجای خواهی رفتن میکنم. زیر مشو. خدا شفا دهد آقای مسلم. تشکر. چیکار کردی؟ کاجدوم رو شب میگذارم. کار رو تمام کن. اگر آن زن را نکشی به سرمون بلا می شود. پروا نکن. خودی همین شب کارش تمام می شود. من چیزی دیگر گفتنی بودم. به من فوراً یک قرآن کهنه لازم است. قرآن 200 ساله باشد. قرآن را چیکار میکنی؟ یا اینکه قرآن خان شدی؟ وقت شوخی نیست. برای سندها را یافتن باید مکان کتاب‌های بابا ابراهیم را یابم. قرآن کهنه را از بابایم مانده است که به یلمز میدهم. یلمز باشد آن را حتما همراه کتاب‌های پنهانی بابایش میگذارد. و تو باشی او را تعقیب نموده جای کتاب را میفهمی. با این راه سند را هم میابی ها؟ تو خیلی جاسوسی مکار هستی میری. آفرین به تو. مایلش کوشش میکنم که زودتر بیابم. خانه آقای زینال رفته کار کرده را طرفدار تشکیلات میکنی. غیر از این به قبیله آقای مسلم تهمت نموده فؤاد را گرفته میاری. زینال و فؤاد هدفمون هستند. بله آدمانت را گرفته عملیات میگذرانی. کار را تمام کن. دیلا دخترم. لبای اماکی مسلم. دخترم من فرتوت و بیمار شدم. خدا میداند که باز چقدر دیگر عمرم مانده. این در نگوید اماکی مسلم. انشاءالله صحت میشوید. خدا شفا میدهد آقای مسلم. انشاءالله دیلال انشاءالله. تشکر خواهرم دیلال. گفتنی هم که اگر یلمزم راضی باشد پیش از مردنم تو فرات را بینم.
فؤاد برای گویی که سندهای نکاح را آماده کند. دکتر خدا شفا دهد آقای مسلم. تشکر رئیس. بخیر است رئیس. دکتر پسری آقای زینال را کشتند. امروز بعد از نماز پیشین او را جنازه میکنند. وای وای بیچاره حالا جوان بود. سینان گرفته او را به کوه بردند. او را تشکیلات کشت. نه چه تشکیلات؟ سربازان کشتند. در وقتی زده خود پروندند. شپانها جسدش را آوردند. من رفتن نمیتوانم. شما به خانه‌اش روید پسرم. احوال من خوب نیست. تو بزرگانی ده را جمع نموده رفت. همدردی مرا نیز با آقای زینال رسان. میل شما جان میرسونم. شما خواهد من باید بیماری امکت را تشخیص نمایم. بعد برای همدردی بروم. همین در روی میل داشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم السلام عليكم آقای زینال آقای زینال آقای زینال آقای زینال آقای زینال شما یک آدمی با آبرو هستید آقای زینال سرتان را همچون یک جوان مرد تربیت نموده اید اون مثل جنگاوران جنگ کرد خواستیم عقب نشینی کنیم جاوید خواست تسلیم شود لیکن افسوس او را پروندم وقتی دیدم که نمود آمده باری دیگر او را پروندم و او رحم نکردند ما باز یک جنگاوری قهرمانمون را از دست دادیم همدردیم را قبول کنید شهیدان نمیمیرند شهیدان نمیمیرند شهیدان نمیمیرند آقای زینال شما را میخواهم خدا با شما صبر دهد همتان همدردیم را قبول کنید بار دیگر همدردیم را قبول کنید آقای زینال آدمانی را که به جنازه می آیند مخصوصا فؤاد را با آدمانی تشکیلات بر به بر کیت به کیت و نوارگیر اون طرفش را من خودم حل میکنم فهمیدم پروا نکنید و کتاب قرآن کهنه 200 ساله را از یگانجا یافته میتوانید پروا نکن بعد از عملیات میابم تو گفتگویم را اجرا کن آن طرفش آسان است سربازان را با محافظان جنگ انداختن فکری خوب بود این فکری کیست؟ گپ را کم کنم زود از پسی کار شو خبری فوری دارم سراغ دیهه پرلاد در خانه زینال سلادرام جمع شدند و در آنجا تبلیغات میگذرانند آقای زینال غم نخورید
ببینید با کدام رویتون به اینجا آمدید؟ این خانه را شما بر اینها سوزاندند. عذاب‌های داده‌تان بسنده نیست مگر؟ ما خانه کسی را نسوزانده ایم سینان. این کار را تو از ما دیدن از سر می‌داری. قبلا من سینانیست آنها مهمانانی منند. حق است اتفاق آقای زینال. اینجا جای جان نیست. امروز هممون رفیقیم آقای فؤاد. جاوید هم رفیق ما بود. مرگو برای هممون تلافاتی کلان است. شما او را گرفته بردید و قاتلش هم خود شمایید. اگر یگان چیز لازم شد ما همیشه در بر شماییم. خبر دهید زود میآییم. شرم نکنید. پسر شما برادری ما هم حساب می شود. من بعد جاوید شاهدی ما هم هست. آمدم با تن. باری دیگر هم دردیم را قبول کنید آقای زینال. خدا صبر جمیل دهد. هممون غمگینیم. خدا به هممون صبر دهد. هم دردیم رو قبول کنه آقای زینال. همدردیمون را قبول کنید آقای زینال. خدا رحمتش کند. همه که نیز آمدنی بودند لیکن احوالشان خوب نبود. همدردیم را قبول کنید آقای زینال. تشکر رئیس. کاری کرده این سربازان رو دیده. جوانی به جور تسلیم شدن. یکی رو پروندن. آنها چی میگویند؟ چرا گفته سربازان به بیشونن. جوانی بیچاره رو سلازار گفتن پروندن. آدمانی بگناه رو میکشن. از او چی خواستن؟ دردن دیگر رو غم نداشتن. گناه هست آخی. این کارو میکنن. بله آخی آدم بگناه رو چرا میکشن؟ خدا رو ترسن. چون مادر لبه میمونن. یک بار تصور کن. روز سیاه. چی روز سیاه؟ اپای دیلو همین جایم؟ بله در درون. چیکار داری الدو؟ تشکر من خوبم. اپا بخیر است. چرا جغ زدید؟ بیا زیلم در اینجا نشین. خوب هستی زیلم؟ حامله داری از چه میگذرد؟ وقت نشد که تو رو معوی نکنم. خوب اپا خدا رو شکر. یگان شکایت ندارم. الدو برای چی گردنبندی به تو گفتم رو نبستی؟ یا که معقول نشد؟ نه گردنبند خیلی معقول شد. گردنبند و یعنی گردنبند خیلی زیبا بود اما هوا گرم من امروز نبستم. دروغ نگوی الدو. هوا سرد است. اگر معقول نشده باشد شرم ندار گردن. من برای تو نوست رو میگفتم. نه تشکر زیاد یک جاش کفایه. تشکر. الدو گیر این رو خور. گردنبند نیست تو لیکن چیزی از اون بهتر است. ایستو یکم ایستو. خدایا باز چی نوشته باشد؟ باز مادرت رو مادر عروس، پدرت رو پدر عروس، تو رو باشد شوهر. من به خیزبان چی میگم؟ نجله ایستو های تو چی نوشتی؟ بیا حاضر تو رو معوی نکنم زیلم. نه اپا نه خدا رو شکر خوبم. من خوراک خدا ایستاده بودم. زود رفتم لازم. بعد معاینه میکنید. خیر. خدایا به فکرم شرم داشت.
خاله جان زودتر گیرید آخر من کار دارم در خانه کودکان تنهایم من بازی کرده ایستادم نگار آب کم است همینطور اومدن گیرد هممون تا بگاه انتظار میشویم قیزبان مادامی که پدرت رئیس است گوی آمده آب را تعمیر کند این چی روز است آخر یگان روز تماما به آب میمونیم کنی من یقینم با فکرم سن در مونده است شاید کودکان دهان کبور رو محکم کردند ای خدا من از کجا میدونم به همینش هم شکر کنید اگر تماما نهایت کار نکنید خدای توبه نجلا یک دم ایستا نجلا نیست مزا چیتا گفتنم رو نمیتونم لیکن من باید با تو گویم که نجلا یعنی گفتنی بودم که شما توی میخوایی با من گازنبان بفتنگید یعنی هر رنگ سیاه سفید زرد سرخ من هر روز به نوبت عوض کردن میگیرم به خاطر تو مایلش آدو هر چیزی که تو گویی گفتم؟ مایلش من به خانه رفت من وقت باشه به پدرت میگویم مادرت رو خوشدم من پدرت رو خسر گویم تو رو باشد شوهرم واه آه زنالا پسرت را به قتل رساندم نه خدا رحمت کند همدردیم را قبول کن تشکر سما تشکر واه انا دیدی آقای زینال و اینها باور کردن ممکن نیست تولد گفتی دیدی پسرت را کشتن اکنون خودت با ما گوی آنها را زنده گذاشتن لازم است یا نه اکنون کاری کردهشان رو دیدی جوانی بیچاره را کشتن ظلم بالای ظلم خدا میداند در آینده به سر ما باز چی بلاها رو میارند واه بازی سر می شود سربازان می آیند آقای زینال سربازان می آیند آقا زمین ایسته نبرانه این ایخواست نبرانه
همه خدر کافی میرویم. پروندر رو بس کنید. میرویم. زخم دارها رو باید به دهه آبی کلان بریم. حالا هم حافظی را دوام میدهید کاری کرده این پیغامبر را دیده باز هم دولت را طرفداری میکنه. من با طرفداران دولت دوستی نمیکنم. راز اینجا شما چی ها میگوید آقای زینب؟ احوال مجروحان چی میشود؟ احوال اینها چی میشود؟ از شاهین به مرکز از روی خبر به مکان حادثه آمده. سلاحداران فریب دادند. از هر طرف به ما آتش شدند. دام گذاشتند. آدمان خبر داده را جستجو کنید. خواهش میکنم فوراً به ما دسته یاری رسان فرستید. و عدلیه خبر دهید. نفران زیاد هلاک و مجروح شدند. مکان حادثه را تحت نظارت بگیرم. امکانه که رخیم نمودن سلاحداران را ندارم. از روی نقشه به کار میکنیم. 2 نفرمان شهید شد. چی میشود؟
آن دولت کی طرفدارش بودی، خانه ما را سوزان، نزدیکان ما را به قتل رساند. این ممکن است. شاید این یک بازی باشد. مگر این به بازی مانندی دارد؟ تو به اینها نگر. حالا وقتی این گپا نیست. زود کمک کنید. زودتر کمک کنید. زودتر کنی. بردارید. بایسته باید. کاری خوب کردید. کوبامنده. مرحبا. اکنون میتوانید استراحت کنید. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. منم عاشق با چشمان سیاه تو دل جان دوری کنی در عشقک تو یار ناتابم گم کرده تو را یار کس مثال من عاشق تو نیست عزیز خوشم نیستای خونم شده ویرانه وجودم و تو قمالت مستبت و سنقی مستبت و نوردی مدلرده مرا تقدیر از آچم جدا کرد خدایا این حرفات همه دروغم دوستم نکش پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.